درود به کل نفرانی که نشر نوبتی برنامه ما را انتظار بودند. موضوع نخست قابل گفتنی البته که پیروزی اولین تاریخی رئال مادرید در کلاسیکوی بانوان است. رئال مادرید بعد باخت در 18 بازی پی هم ضد کاتالانی ها اخیراً در سفر با حساب 3-1 ضد بارسلونا پیروزی به دست آورد. بانوان رئال هم دیدند که دسته مردانه شاهانه فرصت‌های اخیر از بچه‌های فلیک زیاد شکست می‌خورد. شیشه ناموس از بغل بیرون برآورده و انچیلوتی نشان دادند که چطور باید بارسلونا را مغلوب کرد. در ادامه البته که گپ و خبرها از بیزنس فوتبالی این است که شماره دسته‌های قطری در اروپا باز هم بیشتر می‌شود، زیرا مالکان PSG می‌خواهند در اسپانیا باشگاه فوتبالی مالاگا را به دست دارند. با گفته رسانه‌های پیشتاز، ناصر الخلیفی و جوره‌های پولداری او می‌خواهند 100 میلیون یورو از کیسه برآورند و سپس در اسپانیا نیز یک دسته مقتدر به پا خیزانند. این دسته هم نام از شهر بزرگ مالاگا که بار اخیر تنها موسم 17-18 در لالیگا بود و به نظرم با رسیدن چنین گپ و کار نفسی تازه و جانبخش گرفت. باشگاه مالاگا عین حال در دیویزیون دوم فوتبال اسپانیایی با نام سگوندا برآمد کرده از میان 22 دسته تنها در زینه 15 است. پس اگر گپ و کار اطراف خریداری‌های مالاگا از جانب شیخان سرپول قطری در حقیقت عملی شوند، پس سالیانی نزدیک سطح رقابت در ملک آفتابی اسپانیا به کلی رنگی دیگر می‌گیرد. در ایتالیا تییاگو موتا با یووه وقتی از 16مین مساوی رکوردی به قید گرفت و سپس به باخت‌های بزرگ شروع نمود. طاقت مالکان ابردسته تورینی طاق شد و به موتا حرف جی کلان گفتند. برای عوض او موقتا ایگور تودور وظیفه گرفت. تودور خرواتی وقت عید دعوتش به یوونتوس فهمید 1000 کیلومتر با ماشین شخصی از سپلیت خرواتیا به سمت تورین از خرسندی به درجه تیز رسید که حتی اگنتش با هواپیما او را دریافت نکرد. این مربی خرواتی در خود تورین هم وقت اولین نشست مطبوعاتی همگی را در حیرت گذاشت. به خود تودور لیلیان تورام زنگ زد و گفته است که اگر پسرش کفرن در تمرین ها جدی نباشد پس در میتواند از مشت استفاده نماید، زیرا چطور میگویند حرص ملا شود از ضرب چوب. پس اگر همه پدران بازیگران یوونتوس به ایگور تودور اجازه استفاده از مشت و لگد را دهند، پس صفقت‌های UFC دانا وایت دیگر میتوانند در ورزشگاه یوونتوس دایر شوند. محض برای گریختن از جزاهای احتمالی تودور خرواتی، کنان ییلدیز میتواند از یوونتوس به بروقتی کنار رود، زیرا کی میداند تقدیر بیانکانرها در آینده چی می شود. نسبت این بازیگری جوان ترکی باشند یک باره دسته های به مثال لیورپول، منچستر یونایتد و چلسی چشم علا کردند. اگنت بازیگر ژورژ مندش که در کارهای خرید و فروش نهایت چخان است، الکی اوید خواهش خریداران به راهبریت یوونتوس گفته است. با قول لاگازتا دلو سپورت، در پس منظر دوام یافتن چنین ناکامی ها در دسته اساسی تورینی اندیشه کنان ییلدیز هم میتواند دیگر شود. عین حال یوونتوس کنان را از نفران صادق تیم میداند و در بازار هم برایش 80 میلیون یورو نقد کرده است. به قول زبرها، نفری که از تابستان تا به حال دارنده رقمی با ارزش دهم است به این قدر تیزی و آسانی دسته شهر تورین را نخواهد یک طرف گذاشت. ولی براستی وقت پیشنهادات چنین طور زیادند و اگنتت مندش زیرک است، در تابستان دیل خواهکار شدنش ممکن است، زیرا به قول مردم مندش حتی ما را از یلچه بیرون برآورده میتواند. همزمان در وطن فوتبال ترنتی تعریفی الکی پیشنهاد 900 لیورپول را عاید تمدید کنی شرطنامه رد کرده است و کلی تقدیر بندی هایش را در آینده با رئال مادرید می‌بیند. این نوبت حتی گفته می شود که رئال می‌خواهد تا ترنت برمحل لیورپول را ترک کند و در چمپیونات باشگاهی جهان با تیم شاهانه باشد. خود مسابقه باشد در امریکا از 15 ایون تا 13 ایولی امسال دایر شده، وابسته به آنی که جایزه پول عمومی در حجم $1 میلیارد دارد. همه دستای اشتراکچی
با تمام نیرو به آمریکا می روند. رئال حتی در صورت آمدن ترنت وریانتی تمدیدکنی شرطنامه با واسکس را نیز یک طرف میگذارد. مزخنده شدن رشته همکاری آینده‌سازی ترنت با لیورپول باعث شد که او میان مخلصان انگلیسی در یک مدت کوتاه از نفری دوست داشته به دشمن تبدیل یابد. یکی از مخلصان سرخوان مثلا بران است که وقتی خریدن الکساندر ایساک او را ضرور نیست که پیراهن عوض کند. به همین ترتیب گویا از این پس آنها نام الکساندر را تنها به ایساک و دیگران نسبت می‌دهند و ترنت الکه از قلب‌ها بیرون می‌شود. همین است حیات فوتبالی قهرمانان که کی‌ها باز محبت و وفاداری را زیر پا کرده و به سمت پول و شهرت می‌شتابند. ولی از جانب دیگر برای بعضی‌ها البته پول کارکنی بیشتر در جای دیگر و تضمین زندگی شایسته در آینده با ارزش‌تر از دو کنی با مخلصان است. گپ سر پول و مال که رفت، البته می رویم به سمت چمپیونات فرانسه و خبر می گیریم که آنجا کیها از همه بیشتر پول به دست می آورند. برای پیدا کردن پاسخ به این سوال تشویش زیاد و دقیقه های بیشمار ضرور نیست. گپ تنها همین که فقط بازیگران PSG در چمپیونات فرانسه از همه بیشتر پول می گیرند و در 10 گانه اول رویخط گرانمزدترین ها هم فقط بازیگران پاریژی اند. اول در این رویخط دمبله با 1.5 میلیون یورو در یک ماه قرار دارد و سپس مارکینیوس با معاش ماهانه 112 میلیون یورو می باشد. تئو هرناندز 1 میلیون یورو ماهانه معاش می گیرد و اشرف حکیمی باشد 950,000 هر ماه به جیب می زند. وارن زایر امیری جوان باشد تا حال مهنی زندگی حقیقی را دریافت نکرده و گرفتن 950,000 یورو را هر ماه الکی یاد گرفته است. کل است که 11 بازیگر سرمعاش همه از PSG هست و دیگران تنها از کفایشان پول حساب میکنند. در طرف دیگر دنیا باشد دسته رونالدو با امیدی به دست آوردن اقلاً یگان جایزه داخلی تا حال از دعوت بازیگران نو اروپایی سیر نشده است. این نوبت النصر از برای محمد قدوس 84 میلیون پوند استرلینگ به وست هم یونایتد وعده کرده است. این موسم پرمیر لیگ انگلیا قدوس 24 بازی و 3 گل و 1 پرتافت گلی دارد، ولی دستش باشد در جدول حال ندارد. نمیدونم در قدوس دسته رونالدو چی برتری دیده است که 84 میلیون یورو از برایش دادنی است. از جانب دیگر دسته‌های سعودی که پول دارند و باید آن پولها را به سمت چپ و راست ارسال کردن گیرند. معنی بسیاری از خریدارهای گران ارزش النصر را اگر کسی نفهمید، معنی مربی وزگونهای تاتنهام را تا ابد هیچ کس نخواهد فهمید. زیرا تاتنهام هاتسپور هرچند مربی هم حوض کند همانا جایزه به سمت دیگر می رود. این نوبت باشد وابسته به نتیجه بد انج پاستوگلو گفته می شود که سرمربی بورنموث اندنی ایراولا به تاتنهام می آید. دسته لندنی این موسم بیش از نصف بازی چمپیونات را با باخت پس سر نمود، در حالی که بورنموث و ایراولا برای بسیاری ها دردی سر شدند. ولی گپ سر این است که اگر مربی بورنموث را دنیل لیوی به لندن آوردنی باشد، پس مجبور است که 12 میلیون یورو مصرف کند تا ارزش شرطنامه او را سپارد. اگر نه، پس می تواند وریانت های دعوت مارکوس سیلوا از فولهام و توماس فرانک از برنتفورد را مورد بررسی قرار داد. بهترش که گواردیولا را به دست بیارند، او به حد زیاد جایزه گرفته است تا در تاتنهام یگان سال از جایزه گیری دم بگیرد. ولی خبری از همه مهم این البته آوازه در یک دسته یک جا کردن مسی و رونالدو می باشد. طبق اطلاع تاک اسپورت، اینتر میامی آماده است که این دویت آرزوها را با پیشنهاد یک سازشنامه کوتاه مدت و واقعیت تبدیل دهد. زیرا کریستیانو در جام جهانی باشگاه فیفا میخواهد تابستان امسال اشتراک کند. تبدیل یافتن چنین آرزو به حقیقت البته که خوب است، زیرا دسته بکهم میتواند با چنین کاری خیر میلیون ها دشمنانی به هم مقابل را موقتا دوست کند. ولی چنین آوازه ها یک زمان وقتی در PSG بازی کردن مسی هم بودند که بالاخره در صحیفه و رسانه ها باقی ماندند و خلاص.
خلاص که رقابت این دو لژند فوتبالی به خیالم هیچ وقت با بازیکنی در یک دسته جنبست نمی شود، زیرا چندین رکوردها هنوز باقی مانده و مخلصان این دو چهره دستان هم هرگز نمیخواهند که به زودی میان هم دوست شوند. به قول دیگر میان مخلصان مسی و رونالدو رزبارها باید تا ابد ادامه یابند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.